یعنی یه نفر رو بخوایم بگیم مثلا از بالا بازیگر خارجی که نزدیک باشه به سلیقت، خانم سیدنی سوینی مثلا. نه نیست واقعا. اون خیلی فکر کنم تهیه کننده های چیز پشتشن، یعنی بیشتر تبلیغاته خودش. فکر میکنم خیلی داره گنده میشه. یعنی از نظر مارکت و بازار و این سهم بازار و اینا. سهم بازار جوزه. پس واقعا ظاهر خانم سوینی ظاهرش خوبه، مورد پسند شما نیست. ولی چرا؟ ظاهرش خوبه ولی به نظرم خیلی داره زیاده روی میشه. اخلاقی چی؟ اخلاقی چجوری دوست دارم؟ آره من خیلی این که یک آدمی با شخصیت و آدم حسابی باشه خیلی برام مهمه. چون ما میدونی بی شخصیت و حروم لقمه دوست داریم. دیوانه چی آخه؟ یعنی چی با شخصیت؟ یعنی یه نفر رو بخوایم بگیم مثلا از بالا بازیگر خارجی که نزدیک باشه به سلیقت، خانم سیدنی سوینی مثلا. نه نیست واقعا. اون خیلی فکر کنم تهیه کننده های چیز پشتشن، یعنی بیشتر تبلیغاته خودش. فکر میکنم خیلی داره گنده میشه. یعنی از نظر مارکت و بازار و این سهم بازار و اینا. سهم بازار جوزه. پس واقعا ظاهر خانم سوینی ظاهرش مورد پسند شما نیست. ولی چرا؟ ظاهرش خوبه ولی به نظرم خیلی داره زیاده روی میشه. اخلاقی چی؟ اخلاقی چجوری دوست دارم؟ آره من خیلی این که یک آدمی با شخصیت و آدم حسابی باشه خیلی برام مهمه. چون ما میدونی بی شخصیت و حروم لقمه دوست داریم. دیوانه چی آخه؟ یعنی چی با شخصیت؟